خب سلام، این اپیزود 4 پادکسته. بعد حالا البته جدیدا میگم پادپخش پادپخشه. نه نیست پادپخش، این اپیزود فقط پادکسته، پادپخش نیستیم. خیلی سوبره. خب میخوایم اینجا بیشتر راجع به مسیرمون صحبت آره. بکنیم فکر کنم. آره من بپرم وسط حرف بپر. چون سر این داشتیم حرف میزنیم امروز اینطوری که پارسا مثلا این من اینطوری بودم که مثلا شاید این اپیزودو استوری کنیم و مثلا بخاطر شیرش کنیم و اینا اوکی میگیره. میکروفون داشته تکون میدادم مثلا که جاش خوب باشه، ولی اینجوری بودم که آره میتونیم از امروز مثلا شروع کنیم با دوستامون اینو شیر کردن و اینا. و گفتش آره مثلا به یه پختگی رسید. من گفتم نه اتفاقا من خامی به نظرم خیلی قشنگه و خیلی فاصلش کمتره با واقعیت و تهش مثلا اون چیزی که برای من همیشه کمک کننده بوده واقعیت بوده. میدونی که مثلا واقعا چه اتفاقی داره میفته، مثلا واقعا استارتاپ چجوری ساخته میشه، میدونی، نه اونطوری که هیجان انگیزه، اونجوری که اتفاقا حتی بورینگه در یک لولی. میدونی که مثلا تو الان بتونی اینو گوش بکنی این صدا رو و بری ظرف بشوری، نه اینکه این همه فوکس تو بخواد. اصلا اونقدر اگریسیو نیست پادکست برای من. این تصویرای منه که مثلا اینطوری بود که آره این برای بعضیا جالب نیست که ما اینجا گفتم که بیا همینو نگه دار راجعش تو پادکست حرف بزنیم. که من اینجا یه حرفی دارم، اصلا من ماجرا همینه. گفتیم من دوست دارم ولی برای بقیه جالب، برای همه جالب نیست. من اتفاقا از اون نقطه‌ای که درسته اونجاییه که تو دوست داری، میدونی، یعنی حداقل اون نقطه‌ای که این پادکست معنای واقعا اون تراپیوتیکشو داره برای ماها حداقل یا کمک کننده برای ساختن این پروژه 3F یا پروژه‌ای که در آینده میخوایم بسازیم یا تو میخوای بسازی یا راجعش میخوایم حرف بزنیم. نمیدونم، من همیشه این استیتمنت میاد تو ذهنم که تو هیچ وقت نمیتونی حتی مطمئن باشی که بقیه وجود دارن، ولی بهترین شانسی که از شناختن انسان داری خودتی. یعنی هیچ انسانی رو به اندازه خودت حداقل نمیشناسی و خودت هم تازه نمیشناسی. و برای من مثلا همیشه اینطوری بوده که دیرم اتفاقا اینو متوجه شدم که آره بهترین شاتت اتفاقا اینه که بدونی که تو مخاطب این هستی یا نه خودت، و اونجا اوکی. ولی اگه تو مخاطب این نباشی اونجا میشینیم حرف میزنیم. ولی اگه برای تو جالبه من میگم که خب چرا به نظر چیش کمه، چطوری باشه جالبه، اگه دوست داری راجبش گپ بزن. اول از همه که من یه فکر کنم کانتکست هم از خود پارسا بدیم به نظرم جالبه، چون پارسا یک چیزی که برای من خیلی جالب بود توی رزومش، حالا اون اوایل که ما با هم دوست بودیم یکی از کاراشو به من نشون داد به نام زوزه که این در واقع یه کار اکسپریمنتال بود یه جوری. و من یه بار چند وقت پیش که داشتم باهاش صحبت می‌کردم خیلی یهو نمی‌دونم چی شد که رفتم تو این کانسپت اکسپریمنتال و اینکه اصلا چیه، داره چیکار میکنه و حس کردم که این حرف درسته. چون که اصلا من واقعا خودم شخصا باورم نمیشه که ما داریم الان اپیزود 4 رو ضبط میکنیم. خب فکر کنم یه هفته چقدر شد از شروع حرفمون راجع به این؟ مثلا 2 هفته. و اینی که ما در واقع شروع کردیم و به مرور اون بهتر شدن هم اتفاق افتاد، میدونی، و اصلا لازم نبود چیزی فورس بشه، چون آدم بعضی وقتا نگرانه که نکنه بهتر نشه، نکنه خوب نباشه و یا روحیه‌ای که شاید من نقصانامو میخوام در واقع نشون ندم. و خب این به نظرم در واقع اذیت کننده میشه. ولی من یه چیزی هم که دارم در عین حالش، مثلا فرض کن ما الان داریم یه چیزی رو ضبط میکنیم، خب یه سری مجموعه اتفاقاتی هم داره میفته در طول روز که اونا رو ضبط نمیکنیم و هی هم برامون اینه که کاش این هم ضبط میشد و نمیدونم شاید واقعا باید ضبطشون کنیم، شاید هم نباید بکنیم. اینو نمیدونم که چقدر واقعیت چیه. واقعیت این الان این لحظه است که ما نشستیم پشت در واقع میکروفون، یا واقعیت اون اتفاقای دیگه هم هست که اونم پس جزئی از واقعیت هست. ولی نکته‌ای که به نظرم وجود داره اینه که چون حالا پارسا یه بار پیشنهاد داد که اصلا این میتونه در قالب یک مستند تبدیل بشه و اتفاقا برای من خیلی جالب بود. و حالا اپیزود قبلم پارسای اشاره کرد به این که کاش مثلا یه جاهایی که تصویر لازمه تصویر بیاد و اینم به نظرم جالبه و حالا شاید به مرور تو قسمت‌های بعدی نیاز باشه. و خب
حالا من اینم بگم کسی که حالا دارن اینو میشنون، ما پلن داریم که توی اپیزودهای بعدی از آدم‌هایی که مسئلهشون یک جوری مرتبط با خود پروژه 3F هست، یک سری در واقع صحبتی داشته باشیم، یه سری در واقع سوالاتی رو ازشون مطرح بکنیم و خود این در واقع خیلی کمک میکنه هم به پروژه ما، همین که شاید پخشش هم جالب آره. باشه واسه افراد. ولی سوالی که وجود داره اینه که این فرم چیه و من اونجا فهمیدم اصلا فرم مهم نیست، مهم اینه که حتی اگه نیازم باشه خب تو میری انجامش میدی بله دیگه. دقیقا. و در نهایت بخوام حرف تو رو مربوط بکنم اینه که خودم نمیدونم که اون مرز کجاست، خب یعنی واقعیت آره چیست و میفهمم. اصلا همون بحثی که میگیم واقعیت و حقیقت آره. و حالا ولی من قائلم به این که حرف تو درسته، یعنی ما هر چقدر که سعی کنیم به واقعیت نزدیکتر باشیم، هر چقدر من واقعی تر باشم پشت این و حتی گند بزنم اتفاقی واقعی تر میفته. آره نه اصلا من خودم رو بیشتر حال میکنم، نایس. خب به خاطر اینکه اون وقت حس میکنم که خودمم، نه اینکه یعنی من تو یه دونه پادکست تنها هم ضبط کرده بودم، آره. گذاشته بود اپیزود تنها که اصلا موضوع همین بود که دارم سعی میکنم خودم باشم و بقیه رو دعوت میکنم که خودشون باشن. آره. و اینو ربط میدم به اینکه من دیروز یه جلسه مصاحبه داشتم با یکی که میخواستیم در واقع هایرش کنیم واسه پروژه. من معمولا مثلا میرفتم مثلا سوالات مثلا فنی، مثلا اینو چیکار کردی اون چیکار آره. کردیم. این دفعه این کارو نکردم، خیلی رو اعتماد گفتم ببین ما همچین پروژه‌ایه، میتونی یا نمیتونی، اگه فکر میکنی، چون واقعا نیازمندی ما هم اینه که مثلا پروژه تا مثلا یه ددلاین مثلا 6 ماه برسه آره. و اگر نمیتونی اوکیه مثلا بگو بهم. و این باعث شد که طرف خیلی حالا اینو باید در آینده بعضی وقتا دید، ولی حس کردم که کسی که باهاش صحبت کردم کانتریبیوشنش خیلی بالا بود. یعنی فارغ از این که با این آدم همکاری کنیم یا نکنیم، این آدم حال کرد از اینی که تو باهاش داری صادقانه آره. صحبت میکنی و داری تراست میکنی و اونم احتمالاً جواب تراست تو رو میده که آقا صادقانه یا من نمیتونم یا اینکه میتونم، فکر میکنم این پروژه رو میتونم پسش بردارم. آره. حالا اینو خیلی دوست داشتم اون وسط اضافه کنم کلا که من یه طرز عجیبی احساس خوشبختی دارم عمیقا که دارم با تو کار میکنم. چون که اصلا من این تجربه رو نداشتم. یعنی ما اومدیم، من گفتم اوکی پادکست رو راجبش با هم حرف زده بودیم و اینجوری شد که بسازیم. بعد اپیزود اول ضبط کردیم، امیرحسین مثلا یه 3 ساعت بعد زنگ زد پارس بیا یه چیز نشون بدم، ببینم سایت رو آورده، سایتش رو ساخته بود و آورده به سایت کپی مثلا نفتون موکاپ کنه، واقعا کدش رو نوشته. گفتم من اصلا باورم نمیشه. میدونی من خیلی تنها بودم تو زندگی تو زندگی ذهنیم، میدونی، و مثلا همیشه خودم و اون کسی میدیدم که اون 3 ساعت بعد زنگ میزنه و این کارو میکنه و برای اولین بار یکی از من جلو زد تو این، با اینکه مثلا هیچ آیدی مالی براش نداره و اصلا کاملا اینه. و من حالا اینجا هم دوست دارم اینو کلا بگم و یعنی در واقع تو که ببین خیلی خوشحالم واقعا از اینکه هستی و این خودش خیلی برای من داره روزمرم و دلیلی میده که بیدار شم از، یعنی پاشم از تخت. من همیشه یه دوستی داشتم خیلی منتور خفنی بود برای من و اون موقع خیلی راجع به سیگار، حتی اون موقع مثلا همیشه من پرابلم با روزی که سیگار کشیدم چرا سیگار دارم میکشم، همش اینو به عنوان یه چیز ریسرچ میدیدم و همش میگفت پارسا مثلا تو یه چیزی رو باید یه چیزی تو زندگی درست شه، این کم کم میاد کنار. مثلا اون پیشنهادش ورزش بود. حالا ولی راجع به از خواب پا شدن اینطوری بود که نه مثلا تو مثلا هر وقت من حالم بد بود میگفتم حالا من ناراحتم، میگفت چیکار داری میکنی، مثلا نمیگفت چطوری، گفت مثلا چی کار میخوای بکنی. من گفتم بابا مثلا حالا من نه مثلا واقعا خب چرا اینو کارش نمیکنی. مثلا من اونجا این گنجه رو یاد گرفتم که اگه تو ناراحتی و کار نکنی، اصلا این خود مرگه. چون ناراحتی یه حسه مثل خوشحالی و اینا خوب و بدشون مثل همه. اینکه مثلا ناراحتی خوبه یا بد یا خوشحالی خوبه و اینطور نیست. اینا یه سری حسن که انرژی دارن تو خودشون. وقتی تو داری اینو استفاده میکنی در واقع داری زندگی رو در یک اشلی میبندی. شاید یه دلیلی هم که من با ادیکشن مشکل دارم در حد حالا سیگار همینه که سیگار مثلا میاد یک سری از حسای ناخوشایند تو رو بلاک میکنه، ولی همونا باعث میشه که تو زندگی رو اصیل‌تر احساس نکنی، میدونی، و برای من یه حس ترسو بودن فرار کردن میده. اینو حالا این پرانتز اینجا باز کردم که بگم
ولی در راستای اون داستان حقیقت و واقعیتی که گفتی، من خیلی یه حرفی کیارستمی اومد تو ذهنم که میگفتش سینما دروغیه که باهاش حقیقت گفته میشه. حالا دروغ در واقع واقعیت نیست، ولی for the sake of حقیقته، میدونی، برای اینه که حقیقت رو بگی. مثلا چون اگه توی داستان خیلی سورئالیو میسازی، مثلا پینوکیو چقدر حقیقت داره، چقدر اون شهر بازی من خیلی حقیقت توش میبینم. اون شهر بازی که تو مثلا هی بازی میکنی توش و کم کم تبدیل به خر میشی. یکم فرق حقیقت و واقعیت رو میگی یه بار کاش که من واقعا اونقدر که ازم همون پرسیدی، ولی در حدی که میدونم، در حد اندازه خودم اینه که مرسی. آره واقعیت یه اوکی الان هیچی یادم نمیاد همه اون حرفایی که اون موقع زدم، چون واقعا یکم بحث نظریه فرقشون، ولی میتونم نظر شخصیمو بگم بدون اینکه راجع به فلسفه واقعیت و حقیقت بگم. برای من واقعیت اینه که خیلی خوب، واقعیت الان ساعت مثلا 1:30 ظهر، هوا مثلا معتدله، بودم 20 درجه است، کنار تو نشستم، روشن، هوا آفتاب واقعیته. میاد. برای من این واقعیت ابجکتیو. آها. توی حقیقت برای من اینطوریه که بیشتر از این جنسه که من دارم میشم اون چیزی که میخوام بشم و این احساس خوبی بهم میده از با تو بودن و با تو پادکست ضبط کردن. برای من میشه اون لایه پشتی که اتفاقا در شاید اتفاقا کلمات خیلی واقعی هن. یعنی از جنس وجود داشتنن. مثلا تو مینویسی که من مثلا خوشحال هستم، یا من همین الان دارم میگم، من همین الان دارم میگم، من همین الان دارم میگم، این واقعیه. ولی چرا من همین الان دارم میگم؟ شاید با اون چراییشه برای من حقیقت، که اینطوری هم که من یه دوستی دارم که دارم توش این سفر زندگیمو باهاش میرم و تو این ماجراجویی که دارم برای رسیدن به حقیقت، که اون حقیقت برای من یه جوری شاید خودم شدنه در نهایت، اینکه من واقعا خودمو بپذیرم با همه بدی‌ها و خوبی‌ها و توی این دارم چی کار میکنم، چقدر آگاهم، چه اتفاق خوبی داره میفته، واقعا چرا من اینجام الان، میدونی؟ اون لایه های پشتی واقعیتن که انگار مثلا شاید مثلا اگه برگردیم به کانسپت اون غار افلاطونی، مثلا واقعیت، من همه اینا ممکنه چرت محض بگم. اگه بچه‌هایی که فلسفه خوندن اگه خواستین یه بار بیاین تو پادکست و کاملا اینا به من بگین که چرت میگم، من خیلی استقبال میکنم از این. ولی کانسپت غار افلاطونی اینه که تو توی یه غاری و یه سری سایه رو داری روی دیواره غار میبینی و تو مبهوت این سایه هایی و زنجیر شدی روی زمین و داری این سایه ها رو میبینی و اون کسی که بلند میشه و این سایه ها رو به این فکر میکنه که این نوری که سایه رو ایجاد کرده کجاست و میچرخه و دریچه غار رو میبینه که نور از بیرون داره میاد و یک سری شیپن اینا که سایهشون میفته روی دیوار، در واقع انگار به حقیقت دست پیدا کرده و اون موقعی که شاید از جامعهش هم حتی ترک میشه، چون جامعه عادت به دیدن اون تصاویر مبهم روی دیواره دارن و به سایه اهمیت بیشتری میدن تا اینکه این سایه چرا داره ساخته میشه. میدونی برای من مثلا این برای منه، برای این 3F برای من جالبه، چون یه جایی فهمیدم چرا تو داری این کار میکنی، یا اینکه چرا نرفتی. من خیلی سوالا رو دوست دارم از تو بپرسم، چون ازم سوال مهمیه. خیلی صادقانه بخوام بهت بگم، من باهوشترین، حرف معذبت میکنه، ولی یکی از باهوشترین آدمایی هستی که من تو نسل خودم دیدم و در این حالم خیلی هم سالمی. یعنی مثلا نقطه تاریک من ندیدم که مثلا همش انقدر که سالم بود که من گفتم حتما یه کاری داره اون پشت میکنه. نه واقعا، یعنی اونجایی که فهمیدم حتی کلا داره سرش میره، آره اوکی ببخشید ادامه نمیدم، ولی اونجا خیلی من یهو احساس خوبی کردم که این واقعا درگیری اینو داره که دوست داره بمونه اینجا، با اینکه مثلا میتونستی بری چه میدونم بر پترن بچه‌هایی که تو شریف بودن اپلای کنی و بری حالا هر دانشگاهی اون طرف و کاراتو انجام بدی، ولی به یه دلیلی اینجا موندی، شاید به خاطر اون حس تعلقته یا معنایی که تو زندگیت داره و داری خیلی اونو به بقیه میدی، از جنس امید. میگی که آقا مثلا به بچه‌ها، مثلا به دور و بریای خودت خیلی امید میدی، خیلی آدما رو جمع میکنی و این یه لحظه این ناامیدیه رو تو تاش کردم. اشت مثلا آیا امیرحسین داره دیده میشه توی این مسئله. حالا این سمت دوستی من بود با تو،
ولی تریف هم اسکیل شده همین کمک کردن تو و امید دادنت به کسایی هن که شاید یه قدم از تو عقب‌ترن در این مسیره که عقب جلو نداره، ولی تو این مسیره تو میگی آکه این راه رو من تا اینجا رفتم، اگه پایه این مسیر هست. ولی من اونجا یه لحظه یه همدلی برام اتفاق افتاد از اون جنسی که خودم هم حس کردم تا حالا دیده نشدم. و اتفاقا تو یه حسی به من دادی که چه جالب پارسا، من میبینمت و منم تو رو میبینم. و این اتفاقا برمیگرده به حقیقت و واقعیت، چون ما تکنیکلی هر روز داریم همون میبینیم، ولی کی ما همون دیدیم؟ میدونی اون موقعی که من اینو دیدم یا اون موقعی که تو یه کیفیتی رو تو من دیدی و این فرندشیپ رو، دوستیمون رو ایجاد کرد. و من از اون موقع اینطوری شدم که ببین من تو این قصه با تو هم و واقعا با هم یا قراره که ببریم، یعنی ببریم به معنی این که بتونیم خوشبخت باشیم. بردن به معنی اچیو کردن چیزی نیست، اینی که فقط بتونیم تو پوست خود من. این مثالا رو خیلی دوستم که تو پوستت راحت باشی. من تو پوستم راحت نیستم، میدونی. ولی مثلا همین پادکسته با تو خیلی حس رو برام داره. میگم چه باحال، من توی مسیرم توی قایقم شب میتونم بخوابم. شاید مثلا واقعا یه تایمی داره اون شب و پارو میزنه و نزنه انقدر تیم ورکش خوبه که یکی دیگه ای حداقل داره این کارو میکنه. حالا خیلی پراکنده اینا رو گفتم بهت و امیدوارم که با معذبی که از الان درگیرشی بتونی حرف بزنی. آزار دادم. اول از همه که واقعا تو لطف داری چند تا نکته رو بگم، از چون من داشتم دقت می‌کردم. یکی این که اون وبسایتی که من بالا آوردم یه تیکش رو من برداشتم، چون کسایی که ممکنه پادکست رو آره گوش کنن یه سری پارتیکل داره تو سایت میچرخه، ام. اینو از یه جا برداشتم، بقیه‌اش رو همه رو توسعه دادم، ولی آره میخواستم بگم که اینو آره داشته باشین، چون برای همونش واسم حرفه‌ای‌گری آره مهمه، نایس. همونجوری که تو رو فلسفه آره میگی که جایی که مثلا یه پروگرامر الان داره آره گوش میده میگه برو بابا این که اینجا آره اینو برداشته، مثلا گفتم بگم. دمت ام، گرم. مورد بعد اینه که من خیلی قائلم به این که یه بار با پارسا یه صحبتی میکردیم، حالا شاید واسه کسایی که اینا میشنون جالب باشه. گفتم که به نظر تو یک سازه بشری که مثلا 4000 نفر روش کانتریبیوت کردن چیه مثلا؟ بعد مثلا پارسا مثلا ذهنش داشت میرفت سمت مثلا حالا هنر، ساختمون، اینجور ام. چیزا. بعد من یه بار یه چیزی گفتم مثلا به نظر من متریال یو آی، حالا این چیه، ام. مثلا یه کانسپتیه که حالا کسی که پروگرامر یا دیزاینر آره باشن کد گیت هابش هست واسه گوگله و اوپن سورسه و خب 4000 نفر واقعا روی این کانتریبیوت کردن و خب این یه چیز برای من جالبی بود. ام. حالا حتی من یه چیز جالب از جامعه خودمون بگم، برای من یکی از موفق ترین پروژه های اوپن سورس در ایران ویکی‌پدیای فارسیه. ام. و به نظرم خیلی خدمت بزرگی هم بوده، چون که خیلی ها هستن که شاید زبان نمیدونن یا اطلاعات ندارن و خب اینی که تو میای با رفرنس میای در واقع یک مقاله رو مینویسی، هرچند که خیلی مشکلات هم تو همون هست، چون حالا مادریشن توش کمه، ولی این نشون میده که آقا جامعه ما جامعه‌ای هست که به کانتریبیوشن اعتقاد داره، فقط اون بستره نیست، یعنی بستره کمه. یه چیز جالب بگم سر همین واژه پادپخش بود ام. که یه نفر توی کامنت داشتم میخوندم ام. میگفت آقا من واسم سواله، چرا شما نمیاین یه سایت ترتمیز بزنید و مردم بیان در واقع کلمه‌ای که به جای پادکست ام. میخوایم بذارین رو آفر بدن، آره چون الان این پادپخش اصلا پاد از آیپاد و اینا تا ام. جایی که من میدونم اومده، اصلا بله. خود این یعنی چی، ما پاد رو قبول کردیم حالا پخش مثلا بزنیم آقا. منطقی هم نیست خب اتفاقا اصلا آره، یعنی مایندستمون. و اینکه آقا بیاین همه آفر بدن و برنده رو انتخاب کنیم بهش یه جایزه هم بدین، تمام شد آره رفت. و گفتم چقدر این خوب فکر میکنه، چقدر جامعه داره خوب میفهمه، چقدر ام. آدم ها اینجا میفهمن آره واقعا بیشتر از خیلی وقتا مثلا آدمایی که شاید در رأس مثلا قدرتن یا آدمایی مثل من که حالا تا یه ابعادی مثلا قدرت دارن، حالا استارتاپ دارن فلان، آره ببینی آقا توده مردم چقدر باشعورن اتفاقا و چقدر میدونن که چجوری کانتریبیوشن ام. داره اتفاق میفته. و اعتقاد من اینه که حالا جالبه. میخواستم اینو بگم که ربطش بدم به این موضوع که من دیروز در واقع با یه صحبتی که با پارسا داشتیم، من گفتم که آقا ما بیایم تمام اتفاقاتی که داره توی تریف میفته رو همه رو باز کنیم. ام. یعنی اینکه از مثلا کداش، از هر چیزی که در واقع میشه بازش کرد تا حالا جایی که دیگه آسیب نخوره به سیستم. چون این هم خب حالا
سطح بندی داره، مثلا تلگرام همه کداش اوپنه، ولی خب مثلا اینجوری نیستش که بتونن مرج کنن با مین. خب ولی مثلا فرض کنید که چون اون موضوع میشه در واقع بکدور گذاشتن توی مثلا پروژه و خب پروژه مثلا ممکنه به فنا بره. ولی اینی که ما بیایم تمام فرایند رو بیاریم که آقا اصلا الان دیزاینش چه اتفاقی افتاد، الان مثلا ما واسه هفته دیگه که یه ریکپ داریم با اینکه آقا تمام پلتفرم‌های کراود فاندینگ رو تحلیل کردیم، یه گزارش هم حالا حتی اون گزارش خامم باشه اینو اکسپورت بگیریم بذاریمش واسه کسی که اصلا دوست داشتن ببینن آقا شما کارو چجوری. باحالی داری میکنی. اصلا واقعا دیروز داشت اینو بهم میگفتی اینجوری بودم شد. آفرین. خیلی آخه تو راجع به این تغییر همیشه حرف میزدی، ولی خیلی برام این مصداقه اینه که اگه واقعا فکر میکنی دنیا نیاز به تغییری داره، خودتون تغییر باش. خیلی اون از اون جنسه و اینجوری آفرین، چون تو داری پول الان آردی خرج میکنی برای تریل، ولی داری اینو شیر میکنی و خب این یکم منطقی نیست. ولی از این به اون حقیقته به نظر من برمیگرده. و حالا میدونی من آخه کل نگاهم اینه که اصلا فرض کنیم، یعنی من که شخصا مطمئنم که این پروژه موفق میشه، حتی الان این فکر رو دارم، ولی جدا از این که چه موفق بشه چه موفق نشه، خب من فکر کنم خیلی از کسایی که دارن این پادکست رو گوش میدن، خیلی هاشون شاید مثلا پادکست های احتمالا بیزینسی دیگه هم دارن گوش میدن. بعد تو همیشه تو اونا یه فرم میبینی انگار همه آمادن که بیان یه چیزو بگن. من میگم ما میخوایم این آمادگی رو کم کنیم دیگه، پس بیایم توش هم بگیم. میدونی اصلا اینجوری نباشه که فقط بیایم اوکی ما نمیتونیم همه چی رو ضبط کنیم ولی میتونیم داکیومنت هامون رو شیر کنیم. میدونی میتونیم نوشته هامون رو شیر کنیم، میتونیم همه چی. آقا این بازه. و حتی اگه شاید باجتمون هم بیشتر بشه اصلا فرم اینم بهتر بکنیم. خب مثلا قاعدتا همه ما یه محدودیتی هم قائلیم واسه مثلا فرمی که داریم میچینیم، ولی مثلا تو میخوای مثلا چه میدونم یه دوربین بذاری که تمام فرآیند کار کردن خودمون رو از صبح تا شب مثلا ضبط کنیم، مثلا بذاریم مثلا تویچ لایو استریم. و این به نظرم باعث میشه که حالا کسایی که میخوان کار کنن، یعنی استارتاپ خلق کنن، یه چیزی بسازن، یه تیم ورکی بسازن، مثلا من و تو که الان اینجا نشستیم یا بچهای دیگه تریف، بگن آها پس این تیم ورک هست، این اون نگاه هست. نگاه مالک حرف جالبی این آقای فصیحی میزد که من میرفتم پیش باش صحبت میکردم، گفتش که اگه تو حس میکنی که من ایدم رو شیر کنم و مثلا ایدم رو میگیرن میدوزن و اینا، این اصلا مثلا خیلی تباهه، این اصلا هیچ وقت به جایی نمیرسه، چون اصلا اینجوری نیست. یعنی تو وقتی میبینی یکی یه کاری رو کرده که اون غایت تو بوده، تو باید خوشحال شی، چون این به نظرم حالا برمیگرده به زیبایی شناسی ما که آقا ما از زیبایی باید سعی کنیم خوشحال شیم، نه اینکه سرکوبش کنیم، نه اینکه باهاش بخوایم رقابت بد بکنیم. رقابت کردن با زیبایی هم چیز بدی نیست، من اونم میگم. اتفاقا در تایید حرفت یه چیزی جالبی یادم افتاد از برادران رایت که زمانی که داشتن هواپیما رو میساختن، از همون تاک تد تاکی که حالا پیشنهاد میکنم کسایی که دارن گوش میدن اون تد تاک رو حتما ببینن. How great leaders inspire action. این لینکاش هم میذاریم. آره حتما شو گفت اینجا یادداشت کنم لینک. بعد این داره راجع به این حرف میزنه که آره آدما داره راجع به بیزنس های موفق حرف میزنه، مثلا اپل رو داره میگه چرا موفق شدن و اینا، و یه جا میرسه به اینکه آره به خاطر اینه که اینا روی وای تکیه میکنن، چرایی. و یکی از سه تا مثالی که میزنن، یکیش راجع به مارتین لوتر کینگ، یکیش راجع به اپل، یکیش راجع به برادران رایت که هواپیما رو ساختن. میگه که برادران رایت در زمانی که داشتن هواپیما رو میساختن بودجه نظامی آمریکا با این عدد نمیدونم 70 بیلیون یا میلیون، عدد زیادی بوده برای اون موقع. خیلی فوکس بوده سیستم نظامی آمریکا رو اینکه ماشین پرنده بسازه و یه هدیه هم میاره که مثلا از این مثلا جینیس های MIT و اینا، و اونم میره همه جینیس هایی که وجود دارن اصلا در اون کشور رو جمع میکنه و اینا با یه بودجه بی‌نهایت دارن یک پروژه خیلی مهم رو ایجاد میکنن. همزمان برادران رایت یک دوچرخه سازی دارن و از پول تعمیر دوچرخه دارن و ماشین پرنده رو درست میکنن. سوال اینجا چرا برادران رایت زودتر از اون بابا اول از همه هواپیما رو کشف پیدا، یعنی میفهمن که اینطوری پرواز میکنه ماشین پرنده، ولی قصه بامزه اونجاست که چی میشه که وقتی اینا به این نتیجه میرسن و نیویورک تایمز یه
پابلیش میکنه که آره مثلا این برادران رایت تونستن هواپیما بسازن و اینا، اون آقایی که هد اون پروژه بوده استعفا میده و این خیلی جالبه. نمیاد بیاد به اینا کانتریبیوت کنه، چون اصلا اون درگیریش این بوده. و میگفت خیلی ساده است، چرا برادران رایت تونستن؟ چون میخواستن پرواز کنن. آره. دستشون ساختن ماشین پرنده نبود، دستشون پرواز کردن بود. که مثلا یه بار یادم اتفاقا امیر حسین داشت راجع به 3F میگفت، گفتم آره تو واقعا میخوای هواپیما بسازی، میدونی در یه اشلی. و این برای من اتفاقا اینا راههای پرواز کردن بود که آره آدما در این پرواز با تجربه پرواز رو احساس کنن. حرف تو اگه قطع نمی‌کنم چند تا چیز نوشتم که بگم. یه چیزی راجع به کانتریبیوشن که گفتی، کانتریبیوشن ماده فارسیش میشه یه جوری همکاری یا مثلا سوال خوبیه. خوبه. چطور دوست داشتی بیاد پادکست داریم؟ پادکست آره حالا هستی یه خاصی. آره فائزه بچهای ویچورک بود که از من خاصی خفتش کنیم بیاد اینجا. هر کی نوشته مشارکت یا اعانه دادن. آره اعانه داد. حالا خیلی کلمه ملموسی نیست هنوز برام، ولی یهو یاد خیام افتادم. من خیلی این کاراکتر برام جالب، خیلی به خاطر پدرم خیلی اینو دوست داره. حالا فارغ از اینکه کاراکتریه که همزمان ریاضیدان، منجم و آرتیسته و این پکیجی که الان خیلی کمه و خیلی جالبه. ولی چیزی که راجع به خیام جالبه اینه که مثل این که از من 200 خورده رباعی از خیام هست، ولی مثل این که فقط 70 تا، این عدد رو دارم غلط میگم قطعا، ولی تعداد کمی از رباعیات خیام هست که واقعا خیام خودش نوشته و بقیه‌ای که نوشتن بیستان مایندست خیام به اسم خیام ثبت شده. بله. و میگم این پروژه اوپن سورس نیست واقعا. دقیقاً اصلا یه چیز جالبی من پدرم داشت راجع به خیام میگفت. گفت که کی فهمیدن زمین گرده؟ گفتن مثلا گالیله. آره. بعد گفتن که پس خیام چجوری هجری شمسی اصلا توسعه داده اگه نمیدونسته که اینه، پس این میدونسته شاید یه سری چیزا رو، ولی حتی یه سری چیزا شاید میس شده. و دقیقاً به قول تو این بیشتر از شاید یه نفره، میدونی انگار داریم به یه اسمی، ما داریم یه اتفاق بزرگتری رو رقم میزنیم به اسم خیام. آره و این خیلی بر من جالب، چون واقعا این اتفاق افتاده. این شاعرهایی اومدن شعرهایی رو با ساختار خیام گفتن و اگه معنایی میخورده به اون تعدادی که خود خیام اورجینال به صورت اورجینال اصیل خودش نوشته میرفته جز پروژه خیام. و من خب این که خیلی قبل گیتاب و همه این داستانا بوده. رو کاغذ بچه‌ها داشتن کار اوپن سورس میکنن در این چون یارو احتمالاً بهترین رباعیش بوده که رفته در اون لیگ. و مثل اینکه این پترن توی شاعرای دیگه هم بوده. حالا من دیتا دقیق ندارم ولی اینو شنیده بودم. و یه چیز دیگه هم که راجع به پادکست گفتی که پادکست بیزینسی، من اتفاقا به نظرم این پادکست بیزینسی نیست. یادم یه تابلو چیه که میگه این یک پیپ نیست. با اینکه راجع به بیزینس داریم حرف میزنیم، ولی اتفاقا به نظر من راجع به بیزینس نیست. این بیزینس یه بای پروداکته از این دیالوگ که اتفاقا سر همین ما گفتیم که همین حرفه هست. اینجا کاتگوریشو تو گذاشته بودی، این من گفتم با مزه است. کاتگوری گذاشتم بیزینس. جالبه. خب خوبه، مرسی. بریم عوضش کنیم. الان موضوعش باز شده، بهش فکر نکرده بودیم. ولی همین الان، حالا اگه خوبه ما همین شب اینو پابلیش میکنیم و اینا، الان نمایشگاه وزیر مقدم که این نقاش خیلی مثلا خفنه، مثلا نمیدونم مدرن محسوب میشه یا کانسپچوال آرت یا مثلا ابسترکت آرت، خلاصه یه آرتیست خیلی مهم ایرانیه که چند تا گالری باوان، گالری اعتماد، گالری مدار موازی، اگه اشتباه نکنم یه گالری دیگه هم همزمان دارن کارهای اینو به نمایش میذارن. توی گالری اعتماد که تنها گالری که من نرفتم، از استوری بچه‌ها دیدم، یه نقل قولی از آقای وزیر مقدم داشتن که اینم داشت نقل قول میکرد از یک نقاش ایتالیایی که نقاشی چیه و هنرمند چیه. دارم حدودی میگم ولی مطمئنم که منظورش رو میرسونم. و میگفتش که ببین نقاشی همه این تصاویریه که میبینی، مثلا قلمو یا اینا، ولی آرتیست، هنرمند چیزی رو به وجود میاره که تا قبل از اون نبوده. میدونی؟ و این دقیقا در اون
لبه معناه، میدونی اون جاییه که به نظرم انگار تو لبه معنا میرسی و اونجاست که تازه میگن تو تازه میتونی یه خراشی بر هستی بندازی و برای من از این جنسه. برای من اصلا به نظرم در لحظه الان بودنه این آپشن رو به من و تو میده که ما واقعا وارد اون فلویی که دو تایی میتونیم تو دیالوگامون بشیم بگیم آها اینجا لبه است، ما اینو میبینیم، شما چی میبینید، دقیقاً. میدونی. این برای من جالبه. حالا من اینی که در واقع گفتی از آقای وزیر مقدم و یه برای من یه ارتباطی داره با من یه مقاله از آقای پال گراهام ام. همین که فاندر و کامینیتور هست و خیلی دوست داشتم، یعنی که به اسمش هم حتی یه کتاب نوشتن انقدر مقالش کورت آره شد. اینی که میگم مثلا مقالش خیلی قدیمیه ولی تایتلش اینه Hackers and Painters. خب وای من اینو انقدر الان از وجود انقدر چند بار بهم گفتی، هر بار گفتم آره. اینو باید بخونم، آره. الان دیگه خیلی هم هست. طولانی نیست، وقت بله داشتی بله نه بخونی. وقت دارم. آره. از چیز شدم. و موضوعش دقیقا اینه که این دوتا چرا انقدر به هم شباهت دارن آره و حالا شاید یه جاهای دنیاهاشون موازیه ولی ام، مثلا تو جامعه ما متاسفانه اینا از هم دیگه دور میفتن، آره یعنی اتفاقا شاید همون جایی که تو میگی اینی که یکی که متمتیشن بدونه بعد پینتینگ بدونه بعد آره همه اینا رو با هم بدونه، حالا ابر انسان آره شاید، ولی ام، من قائلم به این که این همون چیزیه که شاید تو اگه شخصی هم بهش نمیرسی با یک تیم میتونی بهش آره برسی. و حالا این خصلت پینتر و هکر جفتشون نقض میکنن ام. خب و رو حالا واقعیت به قول تو خراش میندازن. ولی حالا نکته اینه که مثلا یه جمله‌ای که میگه که خیلی فکر میکنن که بهترین مثلا میگه اینا ریسرچر هم مایندست ریسرچر دارن ولی اینا ریسرچ پرسی نمیکنن، یعنی اینجوری نیستن که بریم ریسرچ بکنیم مثلا اون اتفاقی که شاید تو دانشگاه های ما داره میفته یا حتی دانشگاه یعنی چی های ریسرچ پرسین؟ یعنی که آقا for the sake of research من برم ریسرچ کنم اگه حالا ام. واژه‌شو آره تغییر ندم. اینکه آقا من برم مثلا پیپر بدم، ببین پیپر دادن هدف نیست، ام. نقاشی هدف بله نیست. بله خب آره تو با یک معضل ام. روبرویی و برای اون معضل تو میری اون کار رو انجام ام. میدی. بله بله خب آره و این در واقع اون مایندستیه که من سعی کردم توی خود ویشورک، توی دوستام، توی بله بله همه کسایی که برام یه اهمیتی آره دارن یا یه ربطی بهم دارن اینو تقویت کنم که ببین تو اصلا الان ما چه موضوعاتی داریم. مثلا من همیشه میگم آقا یه استارتاپی که خیلی مهمه شکل بگیره مثلا تو ایران اینی که آقا بره روی معضل آب کار کنه. اه چه جالب، من اینجا خب نوشتم آب و کویر، میخواستم این کوتشرش تو دقیقاً. بنویسم آره و این که آقا بگم. این چرا کسی واسه و رو همین تو میتونی خیلی کار مثلا توی حالا ما همش نگاهمون به غربه، من میگم آقا بریم سمت ژاپن. مثلا من یه آرتیکل میخوندم که این راجبه مثلا در واقع حالا همسرم حالا خونده بود الان چون پادکست رو گوش کنه ام. میگه باز دوباره من یه چیزی بهت یاد دادم میگه خودت میگی من خوندم من نخوندم. نیلوفرم بیار تو آره پادکست دیگه اگه حالا آره کال کردی. آره دوستاش بهش میگم آره که و اون میگه که در واقع داشت مقاله رو میگفتش که یه کانسپتی هست به نام ورتیکال پلانتینگ که اینا رو این ریسرچ میکردن که آقا ما چجوری به صورت در واقع عمودی ام. بیایم در واقع گیاه رشد بدیم و خب این باعث میشه که خب هم مناظر در واقع سازه شما زیباتر بشه، هم در واقع کلی خب اتفاقای خوب از لحاظ آلودگی هوا از پولوشن و اینا رو آره داره. خب و خیلی حالا چیزای دیگه ای که اصلا داشت میگفت اقلیم و اینا هم تاثیر گذاره. و اوکی چرا ژاپنیا به این فکر بله کردن؟ چون موضوعشون بوده. خب مثلا چرا مثلا تو میبینی ژاپن مثلا دانشگاه توکیو مثلا میگه آقا اصلا تو ای آی من تو ای آی خفن نیستم ولی آره من تو زلزله بهترینم ام. چون زلزله مال منه. آره خب و حالا ای چقدر آی این واقعا زلزله میدونی. مشکله در آره واقع، ولی چیزشه مدالشه. آره یعنی هوش مصنوعی رو در زلزله استفاده میکنه. ام. خب ببین این خیلی هوش مصنوعی الان هوش مصنوعی یعنی چی؟ خب اصلا چی کار میخوای بکنی؟ آره خب یه چت جی پی تی دیدیم مثلا هست این باحاله میدونی نه موضوع یه چیز دیگه از خیلی فراتر از اینه. آره خب اینکه تو بتونی اپلای کنی به دامین های مختلف و ام. اینه که موضوع مهمیه. آره حالا بله لنگویج مدل ها به خاطر دیتا ستی که توی وب گسترشش بیشتره خب یکم جلوترم و میتونم آره کارهای دیگه بکنم ولی به این معنی نیستش که یک فیلدهای دیگه بی اهمیتن و از یه طرف دیگه به این معنی نیستش که شما به یک رولوشن عجیبی رو نه یک مثل
همون هواپیما است. تا قبلش هواپیما نبوده، ام. حالا هواپیما هست. خب و اینی که شما با هواپیما چی کار میکنی خیلی موضوع ام. مهمیه. همین میخواستم بگم که یعنی اینی که ما ام. یه چیزی رو اچیو میکنیم نباید برگرد، چون ما خیلی وقت استارتاپ هایی که من میبینم یا بیزینس هایی که شکل میگیرن، دلیلی که شکل میگیرن بیشتر از این که حل کردن یک معضل باشه، ام، for the sake of تکنولوژی. ام. مثلا من میخوام نقاش باشم، نقاش بودن هدف نیست. خب آره. اینی که من میخوام خودم رو ابراز کنم میتونه هدف ام. باشه. ابراز من حالا چی هست، آره. میدونی، پس میرسی به اون. ارتباط برقرار کرد. آره. آره. با اساس من همون چیزی که گفتی کویر این یعنی دوستم راجع به این حرف بزنیم. یه نقطه‌ای بود که من خیلی تونستم، یعنی خیلی یهویی متوجه حرفش شدم که منش اینجوری بودم که اوکی من خب یه سری راه‌ها بلدم، برسیم بیا اینا رو اسکیل کنیم، مثلا اینا رو بیاریم باهاشون یه پولی در بیاریم و اینا. بعد تو داشتی راجع به ولیو حرف میزدی که میگفتی ببین مثلا خب نه ولیو این کار چیه. من گفتم این حرف قشنگه و اینا، ولی چرا مثلا ولیو؟ میدونی چون مسئله اینه که انگار دنیا داره روی یه سری ترند و چیزهایی پیش میره که مثلا و منم دوست ندارم، ولی لطفا اگه بلدی منو قانع کن که روی ولیو باید فوکس کرد. بعد گفتی که ببین مثلا مثل آب میمونه توی کویر، مثلا تو اینجا یه بطری آب، یه بطری هم دستت بود جو بودی که اوکی الان این بطری اینجا چنده، توی کویری که آب نیست من اینو به تو بدم چنده. من یعنی ای راست میگی، چقدر جالب، من تازه متوجه شدم پس چرا ولیو کانکت به حتی مال پول. آدم اسمیته. آره ولی خب به هر حال من از تو وارد شد تو ذهنم و دیدم چقدر منطقیه که اتفاقا ولیوه که سود دهه. حالا اینجا من خیلی از اون لحظه اینطور شدم که آها چه جالب، من خیلی گوش یادگیریم باز شد بهت که بهم بگو، آره بگو که چطور داری این کارو میکنی. ولی هنوزم انگار ته وجودم قانع نشده، از اون جهت که انگار اون ولیوهای، اون ارزش‌های خوب، اون ارزشایی که واقعا ما به ازایی داره که بتونه تو زندگی سرمایه‌داری الان زندگی تو رو بچرخونه، ما به ازای مالی به تو بده، هزینه بعضا زیادی داره، حداقل چیزی که من حس کردم برای ساختنش. چطور میبینی اینو؟ چطوری میشه که ولیویی که تو خودت بتونی به عنوان بوت استرپ، مثلا من مثال شاید تو ذهنت هست، خودت بخوای اینو بری سمت اون ولیوه و این اتفاقا سودده باشه، چون این مثلا خیلی راز جدیه و خیلی مسیر میتونه به آدمو بده. به نظرم من چیزی که متوجه شدم اینه که دو تا تضادی وجود داره. حالا مثلا فرض کن مثلا توی ذهن انسانم، حالا توی این کمیکالایی که در واقع ترشح میشن، همون بحث دوپامین و ام. اکسیتوکسین که حالا این آقای اندرو هیبرمنه که ام. خیلی حالا روی خیلی آره. فوکوس هم میکنه و حالا اگه کسی دوست داشت میتونه بره آره. تاکاشو ببینه. خیلی از ما خیلی ریسرچ بیشتری اینا دقیقاً. کردن و آره. خب ما چون حالا یا نداشتیم یا فسیلیتی هاشو اینا. ولی چیزی که البته ببخشید اضافه کنم، چون واقعا بچه مدل ایرانی داریم که به نظر من در لول اندرو هیوبرمن آقای خفنه و آقای مکری، مکریه بله. و فقط یکم میدیاش واقعا مثلا بلد نیست، شاید میدیوم میدیا رو، همین. ولی من واقعا کانتنت شده از دقیقا. مکری دیدم و بعدا توی بله. هیوبرمن کوچیکشو دیدم و اینجوری بودم مثلا این چقدر آدم جالبیه، دقیقا. کاش که یه روز بتونیم بیاریمشون تو آره. پادکست. من حس میکنم مثلا همین آقای مکری من حس میکنم این دوتا کنار همن همیشه. ترند و ولیو اه. دو سر یک در واقع یین ان ینگن. اه. خب و اینکه تو باید دوتاشو داشته باشی. مثلا من حس میکنم که آقای مکری یه کسی که خیلی خیلی خیلی، حالا من نمیدونم نه شخصیتشون اه. رو خیلی میشناسم ولی تاکاشون رو دیدم و خیلی آره. مستفیض شدم ازش. ولی من حس میکنم که اینی که خب ایشون میتونن خیلی مطرح تر اه. باشن. خب آره. و اون فرم است، یعنی اون ترند است، اینی که آها. تو آره آفرین. آها دقیقا. بتونی این آره. دوتا رو به هم وصل کنی. و آره. خیلی وقتا هم برعکسش رو میبینیم دیگه که اه. آقا مثلا یه چیزی خیلی ترند قشنگیه ولی توش ولیو رو من نمیتونم اه. دنبال بکنم اه. و اونم یه آره جا راست میگی، محکوم به فنا خالیه میشه. آره. کاملا. من حس میکنم هر حالا موومنتی، هر اصلا شخص، تیم، هر چیزی باید در جهت این دوتا حرکت کنه. اه. یعنی این دوتا رو به هم اتصالشون رو برقرار کنه. یعنی اوکی
مثلا وب 3 و کریپتوکارنسی ها چه اویلیبیلیتی دقیقا دارن میدن. آره. خب و به نظر من یکی از جاهایی که خیلی خوب اینو فهمید شرکت تلگرام بود. هم. خب و اینی که بتونی خوب بفهمیش، میدونی آره. این خوب فهمیدنش خیلی هم کار سختیه واقعا، آره. چون تو نیاز به دوتا، یعنی اوکی یه چیزی میاد، خب اوکی این اومد، حالا ترنده، خب حالا این عمقش چیه، حالا من چی میتونم روش ایجاد کنم، اون خراشی که تو آره. گفتی، و اینی که این خراشه هارمونی داشته باشه، چون هم ولیو رو داره هم ترند رو داره. مهم. و من اتفاقا موافق ترند هستم، چون ترند باعث میشه تو بری توی یک موضوعی عمیق بشی، یک جریان زندگی داره، یه دوپامین داره، حالا من آره. تبدیلش میکنم به دوپامین، ولی دوپامین نمیتونه باعث زنده بود همون خوشحالی که تو آره. میگی باشه. به نظرم در نهایت این باید تبدیل بشه به اکسیتوکسین. مهم. خب که مثلا تبدیل شدن به یک بیزینس، به یک آره. چیزی که داره ولیو میده به جامعه، خب یک مهم. ارزش. مثلا من به AI علاقه من شدم، رفتم آره. توش و اومدم یک رندرینگ متدی رو معرفی کردم، چون پارسا این کارو کرده، مهم. مثال میزنم، که مثلا یه شرکت معماری میتونه ازش استفاده آره. بکنه و فارغ از اینکه چه می‌دونم پولی از توش در، مهم. ولی این که من دارم تسهیل میکنم یه فرآیندی رو، آره. یعنی فارغ از میگم پولی که اصلا از توش آره. در بیاد، یا حالا هر چی که اگه بابتش پول در بیاد، یعنی آره. ولیو بیشتری داره، آره. چون آدما میگم پول مساوی درده. خب من آره. درد کشیدم که این پولو دارم، پس حاضرم که این درد رو بدم که هم. این کار تو بیارزه، پس تو داری واقعا ولیو میدی. آره. هم. آره خیلی چیزیه، خیلی خیلی برای من شبیه تمرین میمونه. نمیدونم چرا من حالا به یه طرز عجیبی، حالا حتما دلیلی داره، ولی همش به این فکر میکنم که من زندگیم اگه بخواد بره به مرحله بعد باید سیگار رو ترک کنم. و اونم یه دلیلش اینه که منو نمیدونم دلیلش چیه، ولی طی هزاران باری که تصمیم گرفتم سیگار نکشم، اینو فهمیدم که یکی از خطرناکترین و یعنی خطرناکترین چیزهایی که باعث میشه که سیگار بمونی اینه که فکر کنی سالها قرار سیگار نکشی. و چون در واقع یعنی باید در واقعیت اگه ببینیم آینده و گذشته وجود ندارن، ما فقط الان هستش که وجود داره. برای همینم شاید به نظر من اتفاقا این خامی لحظه در لحظه بودن کیفیت داره، چون تنها چیز واقعی همینه که الان من و تو هستیم. حالا همین الان هم اگه باشه تازه، ولی نزدیکتره. و در واقع کار سخت اینه که تو بگی من الان سیگار نمیکشم، و در واقع باید این واقعیت سختم بپذیری که تا آخر عمرت فقط الان رو داری، یعنی الان هاییه که تکرار میشن. و این یه تمرینش، این مدیتیشن میمونه که من چقدر میتونم تو الان بمونم، میدونی. اون ولیو هم خیلی بر من جنس الانه، میدونی، چون تو وقتی اتفاقا تو الانی خیلی به این فکر نمیکنی که چقدر میخوام پول در بیارم، میدونی. اتفاقا حالا من یه چیز جالب بهت بگم. من به نظرم زبان کشورهای مختلف خیلی چیزا از نوع فکرشون شاید به آدم یه جاهایی میده، یه جاهایی ها خیلی هم، چون وقتی مثلا راجع به 80 میلیون جمعیت صحبت میکنی خیلی مغلط هست بخوای آره. بگی همه اینجوری دارن. ولی مثلا توی ژاپنی یه چیز باحالی بود ما میخوندیم، اینا یک چیزی دارن به نام ماس، خب که ته فعلاشون میاد. خب بعد این ماس خب هم واسه ی حاله هم واسه ی آینده است، یعنی حال و آینده رو اینا با هم میبینن، مثلا یه نقطه میبینن. چقدر خب جالب. و این برام خیلی جالب بود. خیلی جالبه، خیلی خب و جالبه. شاید یه دلیلی که اینا اینجورین اصلا اینه که اینا دارن اینجوری فکر میکنن. آفرین. اصلا خیلی مسئله زبان، نمیدونم تا حالا این تجربه برات پیش اومده یا نه، که ببینی یهویی تو انگلیسی مشکلات تو نوشتن راحت‌تر حل میکنی، شاید به خاطر که فاصله‌ای که باهاش داری. من یه چیزی یادم رفت تو قسمت قبلی حرفت بگم که الان میخوام بگم راجبه اون اینکه چقدر مسئله رو فهمیدن، و گفتی که تان مثلا یکیشه. سوالم از تو اینه که به نظر تو اینکه فهم رابطه مستقیم داره با سن یا نه؟ خیلی سوال سختیه، به خاطر اینکه من هنوز خودم م، شاید خودم رو دارم استادی میکنم که مهم. واقعا هست اینی که میگی یا نه.
ولی به نظر من یه مقاله بود از هاروارد آره بیزینس بود که هاروارد بیزینس ریویو که داشت مثلا لیدرهای مختلف رو حالا بررسی میکرد توی آره استیج‌های مختلف. بعد مثلا میگفتش که توی سنهای پایین آدما بیزینس مدل‌ها رو خیلی بهتر میفهمن مهم. و یکی از دلایلش هم این بود که چون میخوان پول در بیارن آره واقعا. و اینو من دیدم مثلا پترنش، مثلا اینم آقا مثلا اون جوونه خیلی راحت تر میفهمه آقا این من یه یوتیوب میزنم آره مثلا پول در میارم و مثلا پدرش هنوز توی یه تفکر دیگه است که خیلی فاصله داره. آره ولی داشت میگم مثلا فرض کن که از اینی که تو نگاه کلی داشته باشی به جامعه و اینا، این مثلا اوجش توی 40 سالگیه مم. و در واقع نگاه کلان. آره ها و شاید آره واقعا این باشه، یعنی اینی که تو نگاه توی استیج‌های مختلف سنیت با هم متفاوته، ولی خب اینجاست که تو میگی که خب یکی مثل زوکربرگ چجوری به این فکر کرده بود در 18 سالگیش آره که همچین پلتفرمی رو توسعه مم. داد. واقعا یه سری آدما خیلی زودتر. آفرین آره دقیقا مثال خوبی زدی چون دقیقا تو وب 3 مثلا چیز مثلا ویتالیک بوترین من الان 27 و 29 سالشه، یعنی 1994 ام. تولدش. و من همچنان حس میکنم اوکی مثلا تو بیت کوین خب معلوم نیست کیه، اصلا دولتی پشتشه که کیه این ساتوشی، اصلا این تو بازی نیست. ولی ویتالیک بوترین با مثلا کاری که با ساختن اتریوم کرد و حالا مثلا کل کانسپت اسمارت کانترکت ها NFT تا اونجایی که اگه اشتباه نکنم ایده ویتالیک بوترینه، خیلی داره اینو میفهمه با این سنش. و این برای من یه پارادوکسی رو ایجاد میکنه که اوه چقدر عجیب، این به خاطر معاصر بودنشه، یعنی اتفاقا در لحظه بودنشه، یا اینجا فهم مسئله میشه، میدونی؟ و این ویتالیک بوترین خیلی برای من من ویتالیک بوترین رو همینجا توی پادکست اگه اگه چند سال این ادامه دادیم، من مثلا به نظرم بازی رو از همه این آدمایی که الان توی مثلا چه ایلان ماسک و اینا، آدمی که بگیره این بازی رو ویتالیک بوترینه ام. اگه نمیره، یعنی اگه اتفاقی براش نیفته. و خیلی برای من سواله که ویتالیک بوترین زندگیش حالا مثلا اینطور بوده که بچگیش باباش کامپیوتر ساینتیست یا پروگرامر بود و براش زود کامپیوتر میخره و این زود پروگرامینگ رو شروع میکنه و در واقع زود پروگرامینگ رو شروع میکنه. شاید واقعا یکی از اون هسته های کلیدی همین مسئله پروگرامینگه که تو هم روش اصرار داری که مثلا مدل فکر کردن رو انگار بهت میده. آره خیلی بر من سواله که چی میشه که توی همچین ولیوی رو به اندازه اتریوم خلق میکنی و واقعا ولیوه، مثلا آدما دارن با این زندگیشون میچرخه و تو 20 مثلا 9 سالته مثلا با این کاراکتر آتیستی که تو مثلا بر فشارهای روانی که خود اوتیسم داره خیلی زیاده. یکی از چیزاش اینه که تو مثال جارو برقی رو میزنن، میگن که انگار تو موقعی که تو طیف اوتیسمی، اوتیسم داشته؟ آره اوتیسم شدید داره، چه جالب. مثلا تاکاشو اگه ببینی مثلا آی کانتکت نداره با دوربین، مثلا یه حالت خیلی همیشه هم همینطوری بوده، یعنی اصلا فیلمش نیست. اینطوریه که این جارو برقی ذهنت خاموش نمیشه، یعنی روشن اصلا نداریش. ام. یعنی مثلا اگه صبح مثلا یکی به تو دم در گفته سلام، این تا شب هم باز. ابد باهاته سلام بعد این کنار کلی دیتای دیگه، مثلا تو که دیوونه نشی رو این حالت، یعنی اصلا فانکشنال، حالا فانکشنال باشی اتریوم هم روش بسازی، اصلا من باورم نمیشه هنوز به نظرم کسی به اندازه ویتالیک بوترین وب 3 رو نفهمیده. حتی من یه چیزی که دارم پارسا میدونی، من حس میکنم اتفاقا تو کشور خود ما هم از این آدم ها هستن ام، ها. و شاید یه هدف همین پادکستی که من و تو بله داریم الان حرف میزنیم اینه که شاید بتونیم مثلا ما هم رو پیدا آره کنیم، میدونی. چون من قائلم به این که خود آقای بوترین احتمالاً به- یعنی من بهترین مثلا ایده، حالا من تو ایران مثلا خیلی از فاندرها دوستم آره هستن. وقتی باشون صحبت میکنم اینا واقعا اومدن یه نیازی رو حل کردن و ام، احتمالا اینم همین بوده مسیرش، ولی خب حالا کانتکستش مثلا آمریکا بوده و خب پدرش هم ام، خب اون شروعش یه جای متفاوتی بود. ولی من یه بار داشتم به علاوه بچه‌ای که توی راهکار اینجا برگزار میشه که اینا ایده حالا اجرا میکنن و خب حالا احتمالا فاندرش هم دعوت میکنه یه آره بار باهاش صحبت بکنیم. شورش کانادا بود اگه اشتباه نکنم، فکر میکنم کی بوتری بوترین؟ آره آره. واترلو، دانشگاه واترلو بوده. چه جالب. بعد یه موضوعی بود مثلا به نام مثلا موضوع نونوایی، مثلا داشت میگفت من پدرم، یکی بچه داشت ام، میگفت من پدرم نونواه. ام، و مثلا من اونجا
فهمیدم اگه من بتونم مثلا به جای 10 تا نون مثلا 20 تا بدم و از اونور بیشتر کار کنم و مشتری رو ام. راضی کنم، مثلا خیلی مثلا اسکیل اینه، آره این اسکیل مثلا. و من اونجا داشتم بهش میگفتم ببین مثلا لازم نیست تو خیلی متفاوت باشی برای موفق شدن. مثلا خیلی جاها تو میبینی که خب آقا تو همین نون خیلی ها میگن آقا سخت نونوایی فلان، ام. پس نان سر داره چیکار میکنه؟ بله خب آره و من فکر میکنم که این زیست، یعنی اونجا تو دیگه تو وقتی با زیستت میای جلو اصلا قابل کامپیت نیستی. آره خب به چون هم کور کامپیتنسی که آره خودت میگی. مال توه. آره خب دقیقا. تو داستان من که نمیتونی بله ببری منو یا اصلا. آره خب و من حس میکنم که مثلا حالا 3F هم برای ما همینه، آقا ما موزل نقل و انتقال پول داریم برای کریئتورها، آره برای فاندرها و ما میخوایم اینو حل کنیم. آره خب حالا فارغ از اینکه نتونیم مثلا یکی دیگه بیاد حلش آره کنه. خب ولی من فکر میکنم چون ما این درد رو داریم میایم آره اینو حل میکنیم و آقای بوترین هم همینه که بریم تو بحرش. احتمالاً یک مسئله رو باش روبرو شده، من نمیدونم چی آره بوده ولی میدونم که این مسئله رو داره حل میکنه. چون من مثلا یه رمز ارزشو که دیدم، این ایدا واسه ام. همین ایشونه آها مسکه. خب نمیدونست. حالا فکر کنم واسه آره ایشونه. و خیلی جالبه که اصلا موضوعش اینه، میگه آقا من واسم به یک دلایلی، حالا داشت میگفت ولی میگفت آقا طبیعت برام مهمه و این efficient ترین environment friendly ترین کوین مثلا ممکنه از ام. همه جنبه ها. خب آره حالا فارغ از اینکه موفق بشه یا نشه رو کاری ندارم، ام. ولی اینی که پس طرف با یک زیسته و داستانی میاد اینو ایجاد میکنه، ام. نه اینکه for the sake of آره مثلا. و حتی ما خیلی وقتا مثلا میگیم آقا وب مثلا مثلا من یه چیزی که راجع به ویژن ویشورک میگم ویشورک باید کارش این باشه که ادوکییت کنه تو فیلد تکنولوژی. چون خیلی وقتا ما فکر می‌کنیم مثلا ماشین اومد دیگه، نه، یکی میخواست تون بره ماشین رو ایجاد کرد. ام. خب و گفت اسب کارایی آره نداره، میدونی، یعنی موزل رو یه جور دیگه حل کرد. یا مثلا همین وبی که ما داریم صحبت میکنیم، اول یه کامیونیکیشن سیستم بوده توی آمریکا. ام. خب که آقا ما با هم با یه آره پروتکلی بتونیم نظامی مسیج بدیم. آره آره و این بعدا میشه این. و ما چون تاریخ رو اسکیپ میکنیم، ام. حالا ما یه بازه با نیلوفر بحثمون بود که آقا بیایم یه پادکست بزنیم راجع به تکنولوژی، که اصلا تاریخ تکنولوژی آره این خیلی مهمه و ما چون اینو اسکیپ میکنیم میگیم آقا این بوترین چجوری اینقدر خفن داره فکر ام. میکنه، در صورتی که بریم بشینیم باش حرف بزنیم، بیاد مثلا تو این پادکست که حالا هیچ وقت این اتفاق نمیفته ولی مثلا بیا میگه که بابا اینجوری نبود، مثلا ما رفتیم من این موزل داشتم بعد اینجوری شد، بعد بچم اینو گفت، بعد اینوری رفتیم بعد تش رسیدم به این، آره میدونی. یعنی بیشتر از این که مثلا من میخوام برم اسمارت کانترکت بله ایجاد کنم. آره آخه اصلا می‌بینی جالبی این مسئله که کلا تو خیلی خیلی رو من این اثر رو گذاشتی که به این فکر کنم و ناامید نشم از اینکه اتفاقا باید روی ولیو اصلا اگه راه شانسی برای موفقیت باشه روی ولیوه. چون در بهترین حالتی که تو ولیو ایجاد نکنی یه چیز پیوسته نداری، خودت میگفتی یه در یه لحظه‌ای با یک ترندی یه پولی در میره و تمامش میره و نمیتونی زندگی باش بسازی. یه قصه همین ولیو اینه که انگار همین واقعی بودنشه. میدونی اگه من مثلا همین الان سرم درد میکنه و برای حل کردن سردرد زمان بذارم، خیلی زندگی معنا داره. همزمان سردردم هم خوب کردم و همزمان از این راه حل پولم در آوردم و هیچ چیزی با من نمیتونه توی این سردردم کامپیت کنه. میدونی دقیقا مثلا زلزله که خودت گفتی دقیقا و اصلا خیلی برای من جالبه که انگار گفتمانو از این که آره چرا باید به ولیو رفت اینه که اصلا آیا شانسی به جز این که تو ولیو رو بسازی و بتونی احساس زندگی رضایتمند داشته باشی وجود داره یا نه. میدونی و من اونجا بود که اصلا این برام اینجوری شد آها داره. اینجا را در روی نداره، راست میگی. میدونی شاید هم یکم از تجربه زیستم میومده که تو هنر بودم و اونجا همش ولیوه و پول در گردش نیست و این منو یه ناامیدی به هم داده بود که مثل این که ولیو اینطور نیست. مهم. که اون موقع تو دیالوگ میگفتی نه این به خاطر سابجکتیو بودن هنره، چون که تو با بقیه خیلی یعنی چی درد مشترکی لزوما نیستش که آدما بخوان بابتش پی کنن که من جواب که دیگه من تسلیمم. درست میگی. حتی من یه چیزی هم که قائلم به این که نباید دوپامینم حذف کنی. یعنی اینجاست که مثلا من میگم سلبریتی خوب
سلبریتی مثلا فرض کن الان مثلا تیلور سویفت خیلی آره الان بولده. خب این الان این یه چیزی من تبدیلش میکنم حالا تو این لغتی که استفاده کردیم، مثلا این انگار اون سری رسید اون ترند است. خب آره اون دوپامین ای و من موفق شدم. حالا یه سوال، آیا 10 سال دیگه هم هست؟ ام. خب اگه میخواد باشه، من نمیدونم هست یا نیستا، اصلا در جایگاه هم نیستم که آره بخوام بگم، ولی اینو میدونم اگه میخواد باشه باید سبک ایجاد کنه، ام. از این فرصت استفاده کنه و سبک ایجاد بله کنه، چون نکنه حذف میشه. آره مثل خیلی از آرتیستای خوب ما. آره خب که آقا مثلا طرف حالا اومده یا آهنگ باحالی هم خونده و تموم شد. آره خب ولی مثلا تو وقتی آدم‌هایی مثلا حالا من چون آقای آره شجریان رو مثلا آره دوستش داشتم، پدر رو، این آدم هم رو ترند بود هم ولیوم آره بود. دقیق خب آفرین و خیلی این اون آفرین چیزیه نه که خیلی یک به کسی هدف که درسته آره به نظرم جامعه رو هول میده داره. بله خب یعنی تو بتونی این دوتا رو هم وصل کنی. آره مثلا که کار جالب شجریان بوده که یه گوشه هایی که داشته از دست میرفته رو میرفته از مثلا محلی های اونجا آمارشون در می آورده و اینا رو ساختارمند میکرده، یه سری چه ساز جالب. میساخته. خیلی برام جالب بود، خیلی ارتباط دقیقی اینی که گفتی. آره و به نظر من حالا اگر که پس تو هم موافق باشی، من واسه 3F هم فکر میکنم که ما با همین مسیر رو ادامه آره بدیم. یعنی که بخوام ربطش بدم پروژمون، اینکه ما باید سعی کنیم هم ترند رو ببینیم. ترند اینه که آقا یه سری ترانزکشنی داره اتفاق میفته آره که این ترانزکشن ها در واقع باعث میشه ما راحت تر میتونیم یه سری پولی رو وصول کنیم آره برای یه سری آدم. و در عین حال خب موضوع کریئتوران، آره موضوع فاندران. خب پس ما یک مادریشنی توی سیستم داریم آره که چون اگه نخواهیم اینو بذاریم سیستم هرج و مرج میشه. ما آره نمیخوایم به اون سمت بره. دقیقا موضوع فاندران اینکه تو چی میخوای درست کنی و اوکی موضوع پوله، آره بیا مثلا حلش کنیم. آره و این قایت اصلی ما اگه ما بتونیم، چون میگم حالا مثلا میگن آقا مسئله اقتصادی، اقتصاد مشکل داره فلان، ولی خب کمن کسی که شاید در جهتش کار خاصی بله بله انجام میده. و یه دلیلی که مثلا من شاید واسه همین پلتفرم های مثلا حالا مثلا من یه بیزنسی که دوست داشتم میگفتم مثلا من ایرانی کارتو خیلی ام. دوستش دارم، به خاطر اینکه اینا دارن مثلا یک معضل مثلا خرید و حل میکنن. آره خب تو الان نمیتونی اکانت داشته باشی، میتونی بری بخری. بله و این برای من ارزشمنده به خاطر اینکه مشکل جووناست. آره این خرید اکانت از اوپن ای آی، ام. خب اینو یک نسل مثلا مثلا 40 این موزلش آره نیست، ولی دقیقا اینو بچه 10-80 موزه آقا من میخوام که از این استفاده آره کنم. و ما خودمون میدونیم چه موزلاتی اینجا هست. ام. همین. آره نایس. خیلی من که واقعا دارم یاد میگیرم، یعنی خیلی خوشحالم از این پروسه. منم هم. یه چیزی بگم و فکر کنم تمومش کنیم که خیلی هم دیگه طولانی نشه. نمیدونم چقدر شد، تایمش اینجا نمیبینیم رو ولی فکر کنم یه ساعت حداقل شد. راجع به این مسئله ترنده که تیلور سویفت رو مثال زدیم، من یه مستر کلاسی داشتم میدیدم از ناتالی پورتمن بود که بود یه بازیگر معروفی بود که داشت میگفتش که شما فکر میکنین که مثلا آره ما شانس ممکنه آورده باشیم که اینجا میگفت ببین تستای بازیگری، این آدیشن هایی که ما میریم، تو وارد یه اتاقی میشی که 30 نفرن و عین تو هن. هیچ فرقی با تو نه، قیافشون شبیه، یعنی اصلا تو میگی شت چقدر هیچی کنار اینا هممون عین همیم. حتی ناتالی پورتمن خودش خیلی آدمه، این هاروارد بوده میدونی که. نه بعد این نمیدونستم. مثلا اصلا این شاید سطح. اشتباه بگم حتی ناتای پورتمن آها فقط آره، هستش. ولی جالب بود. یعنی یکی از این بازیگرای معروف بود. بگو البته نه جملت همین تموم مثلا کن. سر فیلم سوشال نتورک، این مثلا ریسرچر پروژه میشه که از زوکربرگ تحقیق کنه که چه حالا بامزه فکت جالب میخوام بگم که خیلی آدم پریه. پریه آره در ولی آرتیست. این بر من وصل شد. یه ویدیو اخیرا از دیوید بکام اومده، یه ویدیو بچگی ما بود که دیوید بکام 3 تا شوت میکرد توی سله آشغالای لب دریا آها میرفت ها تو، خب که الان داستانش اومده میگن که واقعی بوده. از خودش گفته نه این واقعی بوده. و من اصلا امروز صبح داشتم دوباره این ویدیو رو میدم خیلی و گفتم عجیب بود. ببین تو دیوید بکامی اوکی و تو اون لحظه یه کاری کردی که اصلا تو ذهن خودت متوجه این هستی که این غیر ممکنه برای ذهن آدمای دیگه، ولی اینجوری که مثلا 3 تا شوت میکنه یا آره من بهت گفتم که میشه و حتی نمیگی که این واقعی بود همون موقع.
چقدر تمرین کردی که همچین چیزی اصلا اینجوری که معلومه میشه و غیر ممکنه و تو اونجا انقدر غیر ممکنه که به عنوان یه چیز غیر ممکنی که انگار ویدیو ادیت شده است بله آدما شیرش میکنن. بعد الان که دیگه فوتبال بازی نمی کنی میای میگی که ببین راستی این اتفاق واقعی بود و من یهو شت پس بی خودی نیستش که اون دیوید بکامه بله واقعا سبکه اصلا میدونی یعنی سبک آدم سبک منرشه میدونی منرش اینطوری که من به خاطر این کار مثلا من که دلغک نیستم حالا دلغک چیز بدی نیست ولی مثلا اینطوری نیست من ترند اینترنت نیستم من اینو دارم روزی براش 2000 لحظه میدونی هر چقدر خیلی از این 2000 لحظه برای من کانسپت جالبیه که موقعی که درگیر این شدم که بتونم توی لحظه باشم سوال اینه که میگن اوکی 10 دقیقه در روز مثلا میتیشن کنی جالبه بعد 10 دقیقه در مقابل 23 ساعت و مثلا 40 دقیقه‌ای که 50 دقیقه‌ای که میتیت نکردی و در واقع انگار در لحظه نبودی یعنی آیا کلا چقدر در لحظه بودی واقعا و چقدر واقعا زندگی که کردی زندگی که تو در لحظه بودی این سوال جالبی حالا گفتم اینا رو بگم که تاییدای حرف تو بود و برای منم مرسی جالب نه بود خیلی خوب بود خیلی من اصلا این نگاهی که گفتی واقعا درسته آره. حله دمت دمت گرم گرم مرسی مرسی خیلی پس اگه چسبید موافق باشی هم این مسیر رو شروع کنیم که داکیومنتیشن های 3F آره رو کلا نایس بازش رو من که خیلی پایم و فکر کنم اینو پس بتونیم استوری کنیم و یکم ببینیم چه چه خبره خبره دمت گرم مرسی خسته مرسی نباشی خسته فعلا نباشی